قطر، پایتختش دوحه. قطر یکی از کشورهای آسیای غربی به حساب رفته در خشکی با یک کشور هم مرز است، با عربستان سعودی. در ساحل خلیج فارس جای دارد. 563 کیلومتر مرز آبی دارد. مساحتش 11.6 هزار کیلومتر. زبان دولتیش عربی، دینشان اسلام. شکل اداره دولت مونارخی است. امیر اداره میکند. سال 1971 از بریتانیای کبیر استقلالیت کامل خیش را به دست آورده است. اهالیش 3.1 میلیون نفر، دارای 6 استان است و یا ولایت. قطر با ژاپن، هند، چین، کره جنوبی، امارات متحده عرب، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها روابط خوب تجارتی دارد.